در ولایت سوغد تا به سنه 13 دکبر از حساب گروه مقصدناک که 1,722,160 نفر را تشکیل می دهد از وایه یکمی واکسینه گذرانی 53% و با وایه دوم آن 632,564 نفر ایمونیزاسیون کرده شدند. با دستور ستاد جمهوری دایر به پیشگیری پنجشنبه بیماری مذکور تا به امروز به ولایت سوغد 5 نامگوی واکسینه پیشگیری کننده استرازنیکا، کروناواک، مدرنا، گام کوویدواک و فایزر وارد گردیده امروز استفاده می گردد. شروع از ماه اپریل البته واکسین کنونی اهالی ولایت علال خصوص اول سراول کارمندان سایه تندرستی بعداً سایه معارف و دیگر طبقه‌های یعنی که گروه‌های امید خطر البته سراول به این فرا گرفته شدند و ثابت به آن است که در این روزها تا این بروز یعنی که از جهت علمی هم گوییم به واسطه آن واکسینایی که وارد شد در جمهوری تاجیکستان و به مقیاس ولایت وارد شد البته تاثیر بخش خوب داشت. تنها در یک روز به سنه 13 دکبر سال 2021 9312 نفر بار اول ایمنیزاسیون گردیده وایه دوم را 5228 نفر گرفتند. یکی از منبع‌های خطرناکترین پنجشنبه بیماری کووید 19 این سراول مهاجران به وطن برگشته مکان‌های جمع‌شوی شماری آدمان کسب و کار گوناگون از جمله بازار و مغازه، آشخانه و طربخانه، مسجدها، باغ‌های فرهنگی و فراغتی و نقلیات جمعیتی میباشد. امروز در تمامی مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد برای واکسینه گذرانی شرایط مهیا کرده شده است. همچنین گروه‌های سیار در شهر خوجند امروز فعالیت نموده شخصان خواهشمند را واکسینه می‌گذرانند. بنا به اندیشه متخصصان ساحه طب هر نفر برای سلامتی خود باید بیشتر مسئولیت حس کرده حتما واکسینه پیشگیری کننده ضد بیماری کووید 19 که امکان پیشگیری از سرایت شدن را دارد قبول نماید، زیرا قبول واکسینه یگانه راه نجات از بیماری سرایتی به حساب می رود. در مرکز ما واکسیناسیون از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه گذرانده شده ایستاده است و این هم باشد در روزهای استراحتی نیز واکسیناسیون گذرانده ایستادیم. واکسیناسیون را باید حتما همه کس گیرند. تنها اون حامله داران تا 3 ماهی اولی حامله داری نمیگیرند. بعد از اون در تشکیلات عمومی جهانی حتی قرار برآمده است که حامله دارو هم نیز گیرند. بعد از گرفتن واکسیناسیون قاعده های بیخطری این در مدت 2 یا 3 روز به آب خنک دست نزدن می باشد و بعد از گرفتن واکسینه بعضی شخصان تب در بعضی شخصان بیمه‌داری حرارت بلند نمیشد. این هم باشد یکی از نتیجه های مثبت واکسینه می باشد. بنابر همین به یگان واهمه وهم نفرایند آمده حتما واکسیناسیون را گیرند، زیرا یگانه راه پیشگیری این بیماری واکسیناسیون می باشد. اگر تا به امروز از وایه یکم در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد 866,904 نفر ایمنیزاسیون کرده شده باشند، در مجموع از گروه مقصدناک 36.7% وایه دوم را بر ضد بیماری کرونا ویروس گرفتند. شهروندان را ضرور است که توصیه طبیبان را درست درک نموده رژه نقابی و فاصله اجتماعی را قطعاً رعایت نمایند، زیرا در برخی از کشورهای جهان بیماری کرونا ویروس با شتامپ نو خروج نموده باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول پیدایش بیماری کرونا ویروس تدبیرهای ضروری را اندیشته برای حفظ سالمی جامعه تمامی کوشش‌ها را روانه نمود. تاجیکستان در قطار دیگر کشورهای سیاره بر ضد همه گونه بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری کرونا ویروس که امروز وبای عصر می‌نامند مبارزه می‌برد. در این جهت هر نفر باید مسئولیت حس نماید و برای محافظت خود و اطرافیان از سر احتیاط کار بگیرد. مستانه محیدی لازاده، اعظم جان شریپوف و شاعره مبین زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.